درود دوستای خوبم، به آشپزخونه من خوش اومدید. امروز اومدم کنار همدیگه یک کوکو سبزی خوشمزه درست کنیم. تا آخر ویدیو همراه من باشید. تمام نکات این غذا رو بهتون میگم که چیکار کنید کوکو سبزیتون وا نره، چه چیزایی رو توش استفاده کنید و چه نکاتی رو باید رعایت کنید. برای درست کردن سبزی کوکو نیاز داریم به سبزی تازه که مخلوطی از شیوید، گیشنیز و جعفری و تره هستش و البته چند تا ساقه سیر هم باشه بد نیست. حالا من این سبزی ها رو خورد میکنم، آمادهش رو بهتون نشون میدم و اینم خورد شدهش. دوستان برای درست کردن کوکو سبزی نکته‌ای که اول از همه باید بهتون بگم این هستش که سبزی هاتون رو بشورید، اجازه بدید کامل آبش بره، خشک بشه و بعداً خوردش کنید. سبزی رو خیلی ریز مثل قرمه خورد نکنید. تیکه های شکنی باید درشتر از سبزی قرمه باشه. یه نکته کلی که برای سبزی کوکو باید باشه، اندازه هایی هستش که برای سبزی کوکو استفاده میشه. این هستش که برای هر نیم کیلو سبزی خرد شده باید 3 تا دونه تخم مرغ استفاده کنیم. حالا ما اینجا اومدیم 600 گرم سبزی خرد شده داریم، از 4 تا دونه تخم مرغ درشت استفاده میکنیم. از ماست چکیده یا کم آب استفاده میکنیم. یه قاشق بیکینگ پودر هم بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم تا ماست فعال بشه. دوستان در ظرف جداگانه 4 تا تخم مرغی که ما برای 600 گرم سبزی بهتون گفتم رو اضافه میکنیم. 1.5 قاشق غذاخوری سرپو آرد هم بهش اضافه میکنیم و سپس ادویه هامون اضافه میکنیم که فلفل قرمز و فلفل سیاه و نمک و زردچوبه هستش رو اونم اضافه میکنیم. حالا مواد رو با همزن دستی میزنیم تا کاملا یک دست و یک نواخت بشن. نگاه کنید ماست کاملا فعال شده. این ماست برای اینه که سبزی کوکوی شما کاملا پوک بشه. حالا به مواد اضافه میکنیم و شروع میکنیم هم زدن مواد با هم دیگه تا مایه‌مون کاملا یک نواخت بشه. حالا سبزیمون رو به مایه‌ای که آماده کردیم کم کم اضافه میکنیم. ما اینجا سبزی رو در 2 مرحله به موادمون اضافه میکنیم به همین صورتی که میبینید. وقتی که مایمون با سبزیمون خیلی خوب ترکیب شد 3 قاشق غذاخوری زرشکمون رو اضافه میکنیم. زرشک هم قابل حذف هستش ولی خب طعم خیلی خوبی به کوکوی ما میده، طعمش رو عالی میکنه. حالا نصف مواد کوکو سبزیمون رو داخل مایتابه میریزیم که روغنش کاملا داغ شده. شما میتونید از نصف لیوان روغن مایع استفاده کنید. وقتی که مواد رو داخل مایتابه ریختیم کاملا پخشش میکنید، کاملا طوری که یک دست بشه. در این حین سطح مواد یک دست وقتی که شد در ماهیتابه‌مون رو میذاریم. وقتی یک طرف کوکو سبزی ما مسلوق شد و خودش رو گرفت میتونیم به قسمت‌های مختلف حالا تقسیم بندیش کنیم. این کار رو بسیار با حوصله باید انجام بدید و هر تیکه‌ای که برمی‌دارین دوباره سر جای خودش برگردونید. عزیزانم میتونید ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و همچنین نظرات خودتون رو حتما برای من کامنت کنید. و هم میتونیم با قاشق دونه دونه داخل روغن بندازیم و کوکوامون به صورت گرد گرد در بیاد. اینجوری بفرمایید دوستان، سبزی کوکوی ما آماده شد. من به هر 2 تا روش درست کردم، هم به صورت تیکه‌ای درست کردم و هم به صورت تکی درست کردم. امیدوارم درست کنید، از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. اگر نکاتی که بهتون گفتم رو رعایت کنید یک کوکو سبزی خوشمزه خواهید داشت که اصلا واهم نرفته. مرسی که تا آخر ویدیو کنارم بودید. اسم من اله هست. سابسکرایب کانالم یادتون نره. نظرات خودتونم برام کامنت کنید. کلی دوستتون دارم و ویدیوی بعد همدیگه رو خواهیم دید. حالا بریم تستش کنیم ببینیم که چجوری شده و قطعاً بی‌نظیر خواهد بود با این لیموی ترش. Perfect.